ساعتی قبل شاهد تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی به تهران بودیم که البته منابع خبری از مشارکت آمریکا و رژیم صهیونیستی در این تجاوز هوایی خبر میدن. موضوع افزایش قیمت کالاها از دو منشأه، یکیش موضوع خود کالا و بسته‌بندی اونهاست، یکیش موضوع تخلفاتی از جنس احتکار و گرانفروشی است. طبیعتاً یک قسمتی از موضوع از جنس گرانی خود کالا که ناشی از جنگ است و تبعات اون طبیعتاً قابل پذیرشه و مردم هم همراهی میکنن. وضعیت مردم مالیه، هنگار فقط جیب من خالیه. ما که فقط به این بلوتوسه وصلیم، ولی میگن الان نون توی جنگم شد، جنگم دیدیم تخمشو داریم، ولی خب ترسیدین اینجا مشکل زیاد داریم داخلیه. به توی اجنبی نمیرسه از ارزاویه، ولی خب اینجا رو فراموش نمی کنیم. کاش بفهمم ما پشت خالی نمی کنیم، زاده همین جای همین خاک. هیچ اجنبی رو توش جا نمی کنیم. توف تو وطن فروش، تو بی وطن توف واسه همه اونایی که ضربه زدن. حواس پرتی زیاد داشتین چند سال، فکر حجاب مو کردتون پاره. این واقعیت همینطوری گفته میشه، یکم تلنگر بعدیست درست میشه. دفاع خاک جونمونم میدیم، ولی ما آبمون توی جوب نیستش. تو منفعت میخوای عجیب مردم، من امنیت میخوام با همین مردم. تو سفر خارجی بچه‌تم اونور، من از شهر بیرون نمیرم، وقتم کمه درگیر زندگیم. برا دست و پا زدن نه روز نسبه دیروز درجا زدم. تو چی میدونی از درد این جامعه؟ یه روز میرسه پا تو کفشت کنیم واجبه. برا زندگی، برای آزادی، برا همه اونایی که ازمون دزدیدی. نمیخوام خیلی وضع و کلیشه‌اش کنم، چند تا نمونه کوچیکو مثال میزنم. خیلی وقته چسبیدی به جون ملت، داریم میک میزنی فقط خونه قدمت. 4500 سال فرهنگ داره این شعارهایی که همش جد داره. درگیریم به گذشتمون، به اقتدار. این ور پولو میخورم به اسم انتقام. هر ایرانی سهمش از این همه ثروت، فقط آنال و حسرت و دقت. به فرداشم نه، به همین امروزش خورشید و چطوری تحویل بده به ماهش. بسمونه دیگه کم بخورید، امید و آرزو شعریه توی این زمونه. من یه جوون که نه دیگه پیر شدم، فکر آینده نگری چیه دیگه سیر شدم از درد و غم این ایران. که جنگ تموم میشه با زمین و زمان. حالا بگو یه روز خوب میاد، روز خوبی که خیلی وقت براممون غیبه. دایی خاصیم اصلا نمیخواد روز خوبمون، شاید تا روز نیستش. جمعه شاید خودش یک نشونه است برا روز و یه هفته دیگه که روز نیستش. 6 روز بود و فقط داره سگ دو بزن. آخرم با روز تعطیل دنبال معجزت بگن دیگه حتی لازم نیستش چیزی بگم واقعی تر از مستند درسه.